اگه نور چراغای جلو خودروت ضعیفه و میخوای اونا رو تقویت کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. میخوام تو این ویدیو نحوه نصب رله روی چراغای جلو رو آموزش بدم. به طور کلی وقتی میخوایم روی مصرف کننده رله ببندیم، باید مثبتی که از سمت کلید سمت اون مصرف کننده میاد رو قطع کنیم و اونو بدیم به پایه 85 رله. من اینجا یه رله دارم 85 86 30 87. ما میایم اینو قطع میکنیم، میدیم به پایه 85 رله. پایه 86 رله رو هم بدنه میکنیم. از مثبت باتری میگیریم، فرض کنید این 30 این 87، میدیم به پایه 30 و از 87 وصل میکنیم به مصرف کننده. تمام. الان وقتی کلید زده میشه رله عمل میکنه و رله که عمل کرد برق مثبت قوی میفرسته سر مصرف کننده. ابتدا مثبت نور پایین رو پیدا میکنیم. در حالتی که نور پایین روشنه به کمک این لامپ تست میبینیم کدوم یک از پایه ها برق مثبت داره. دو تا از پایه ها برق مثبت داره. سیما رو نگاه میکنیم، سیمی که نازکتره مربوط به چراغای کوچیک جلوه، همون چراغای سکنه، و سیم قهوه‌ای میشه نور پایین. ابتدا مثبت چراغ ها رو میشینیم، سوکت رو جا میزنم، سلکتور دستگاه رو حالت اندازه‌گیری آمپر قرار میدم و یه آمپر گیری میکنم. میبینم 3.4 آمپر برق میگیره. ورودی رو وصل میکنیم به پایه 85 رله. پایه 86 رله رو وصل میکنیم به بدنه. حالا باید پایه 30 رو وصل کنم به مثبت باتری و پایه 87 میره سر مصرف کننده. اما برای احتیاط و برای ایمنی میام بین پایه 30 و مثبت باتری یه فیوز میذارم. یه فیوز 10 آمپری استفاده میکنم. چرا؟ چون مصرف برق هر چراغ هم شد 3.4 دوتاش میشه 7 تا 30% از مصرف بالاتر میشه 10 آمپر که این 10 آمپر کافیه. ما اینجا یه مثبت گرفتیم، از فیوز رد میشه میاد روی پایه 30، از پایه 87 میریم سر چراغا. حالا از پایه 87 دو انشاب میگیریم، یه انشاب برای چراغ سمت چپ و یه انشاب برای چراغ سمت راست. حالا وقتی چراغ ها رو روشن میکنیم برق مستقیم باتری وارد چراغ ها میشه و با نور قوی روشن میشن.